با سلام و یاد خدا. با آموزش نوشتن متن بر روی قطعه در خدمتتون هستم. به این منظور اول باید یه دونه پلن تعریف کنیم که خارج از قطعه‌مون قرار بگیره. اول یه پلن اینجا مشخص میکنیم و دستور پلن رو میزنیم. ببینید الان این پلن خارج از قطعه قرار گرفته و تایید رو میزنیم. روی پلنی که تازه تعریف کردیم کلیک راست میکنیم و نیو اسکیج رو میزنیم که بتونیم متنمون رو بنویسیم. ببینید برای نوشتن متن من همین الان هم میتونم متن رو بنویسم، ولی بهتر اینه که یه خطی تعریف کنم که روی اون خط بنویسم. حالا بهتون میگم بعداً روی خط بنویسید مزایاش چیه. حالا این خط میتونه هم خط صاف باشه، هم میتونه خط منحنی باشه. حالا من خط منحنی رو انتخاب میکنم. بسیار خوب. حالا میرم سراغ دستور تکست. ببینید چون این خط سلکت بوده، اینجا خودش به صورت خودکار انتخاب کرد این خطی که شما میخواید روی این خط بنویسید. تکست که میخواید بنویسید اینجا، متنی که میخواید بنویسید اینجا تایپ میکنید. من مستر دراینگ رو مینویسم. خب الان این مستر دراینگ اینجا تایپ شد. در مرحله بعد اینکه متنتون وسط باشه، راست باشه، چپ باشه. اینجا اون خطی که گفتم باید مشخص کنید، برای این میگفتم که اینجا اگه خطی نداشتید نمیتونستید تعریف کنید که بالای خط باشه یا پایین خط. ببینید اینجا مشخص میکنید متنتون بالای خط باشه یا پایین خط باشه، از چپ به راست باشه یا از راست به چپ باشه. ببینید در مرحله بعدی Use Document Font و تیکشو که اگه بردارید این پنجره ها روشن میشه و فونت هم روشن میشه که میتونید وارد بشید. الان فونتمون کوچیکه، از حالت یونیت به پوینت میاریم تا بتونیم فونتمون رو بزرگتر کنیم. و اینجا هم خب فونت رو تغییر میده، اینجا هم حالت های فونت رو میشه تغییر داد. الان فونتمون بزرگ شد. خب غیر از فونت اینجا ما دو تا آپشن دیگه داریم. این آپشن بالا خود حروف رو بزرگتر میکنه، ارزش رو یعنی بیشتر میکنه. ببینید من الان ببینید ارز حروف داره بیشتر میشه و در حالت پایین فاصله بین حروف رو بیشتر میکنه. ببینید خب بالفرض این الان اون چیزیه که دلخواه، تایید رو میزنم. خب الان متنی که میخوام روی این صفحه قرار داره. بهتره که این خط رو از حالت خط به خطچین تبدیل کنید. حالا از اسکیچ خارج میشم، میخوام این متن رو روی استوانه بندازم. این کار با دستور رپ انجام میشه. دستور رپ رو میزنم. خب ببینید داخل این دستور که میشین سه حالت داره، سه تا تیپ داره. تیپ اول برجسته به صورت حکاکی و نوشته ساده. خب من اول گزینه امباس انتخاب میکنم که حالت برجسته است و استوانه رو انتخاب میکنم که روی این استوانه میخوام بیفته. اوکی تایید میکنم. ببینید الان به حالت برجسته روی استوانه افتاده. حالا میخوام حالت حکاکی باشه. این کلیک راست میکنم، ادیت،
دباوس رو انتخاب میکنم. اوکی، حالت دباوس فرو رفته است، هک شده. ببینید. و حالت سوم فقط نوشته رو انعکاس میده. اسکریپت. اوکی. خب ببینید فقط نوشته رو انتقال داده، نه برجسته است و نه فرو رفته. حالا بعضی وقتا پیش میاد که این شما نوشته رو میخواین داخل این استوانه قرار بدید. فقط کافیه که این صفحه‌ای که تعریف کردید و به داخل این استوانه انتقال بدید. اوکی. خب حالا اینجا و تمام. این یک رو پاک میکنم و حالت برجسته در داخل. خب ببینید حالت برجسته در داخل هست ولی برعکسه. ادیت میکنم. این قسمتی که قبلا بهتون توی این عضو میخوام، برای اینکه از این حالت درش بیارم، ببینید تو این اسکیچی که دستور تکست رو اجرا کردیم ادیت رو میزنیم، روی خود متن دوبار کلیک میکنیم و این قسمت اسکیچ تکستمون میاد. ببینید در این قسمت این از چپ به راست بوده، حالا از راست به چپ میزنیم. اوکی میکنیم، خارج میشیم، میریم ببینیم درست شده یا نه. بله، این الان در داخل استوانه به این صورت متنی که نوشتیم مشخصه. خب دوستان، امیدوارم این آموزش مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ممنون میشم ازتون اگه منو حمایت کنید، لایک کنید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.